آبادانی که من درش بالیدم و بزرگ شدم شهری بود که شاید انگلیسی هایی که آمدن، میدونید کمپانی بی پی رو در اونجا چون مشارکت داشتن و پالایشگاه نفت رو بنا گذاشتن، توسط اونها در واقع میخواستن که یک شهر مشابه شهرهای انگلیس برای خودشون بسازن، یعنی همون خیابونها، اتوبوسها، باشگاهها، مراکز تفریحی، حتی سیستم اداری. و یک بار که من با دوستم آقای دریابندری راجع به آبادان صحبت می کردیم، به این نتیجه رسیدیم کسانی که راجع به مدرنیزیشن به اصطلاح در جامعه ایرانی صحبت میکنن یا تجدد، شاید شهر آبادان بتونه یه نمونه‌ای به اصطلاح برای این کار اجتماعی باشه، به این معنا که چجوری تجدد غربی منظورمه، وارد قلمرو جامعه ایرانی شده. به این دلیل که من دقیقاً در همون سالهای نوجوانی میدیدم که چجوری این شهر صاحب یک نهادهایی است که بعد که آمدم در تهران، در سفر اول که تهران رو دیدم، مثلا 14 سالم بود، با یک شهر آشفته عقب افتاده غریبی مواجه شدم. به این معنا که مثلا در آبادان که ما بودیم، با حمایت و البته راهنمایی و برنامه‌ریزی انگلیسی ها، اتوبوس ها مثلا در اونجا یک سیستمی داشتن که دقیقاً ما که مدرسه می رفتیم می دونستیم در چه زمانی در ایستگاه کجا بایستیم، چون جدول داشت اتوبوس ها. بعد اتوبوس که ما می رفتیم اونجا ماشین بلیت بود، بلیت می گرفتیم، بعد می آمد گاهی وقتا یک آدمی می آمد که اینسپکتر بهش می گفتن، بازرس، می آمد بلیت ها رو چک می کرد و اینها. یا مثلا اون موقع استخرها بود، استخرهای متعدد که دختر و پسر و چه میدونم زن و مرد میرفتن اونجا آزادانه شنا میکردن. باشگاه قایقرانی بود، نمیدونم باشگاه ها در آبادان یک نهاد مهمی بود، به این معنا که کارمندان شرکت نفت وقتی که از کار روزانه فارغ می شدن می اومدن توی این باشگاه ها، بعضی ها بیلیارد بازی می کردن، بعضی ها دارت می زدن، بعد می اومدن توی این فضای تابستون خنکی بود، توی این چمن های گسترده باشگاه بریم یا باوارده و غیره می شستن، می نوشیدن، می خوردن و بعد اونجا یک صحنه رقص بود که زن و مرد می رقصیدن. عیناً همون فرهنگ انگلیسی بود. اما فراموش نکنید اون چی که من میگم راجع به آبادان، این آبادانی است که در یک منطقه شرکت نفتی بود، منطقه دیگه مربوط به مردم شهر آبادان بودند که اون پیشرفت رو اونچنان که باید و شاید نداشتن. اما به خاطر اینکه مقامات انگلیسی از این تضاد و نابرابری پیشگیری بکنن، به شهردارای محلی که از طریق وزارت کشور با آبادان فرستاده می شدن کمک می کردن و اونا رو حمایت می کردن که مثلا شهر رو حتی المقدور آسفالت کنن، برسن راه ها ظاهر رو حفظ کنن. در شهر آبادان برخلاف اون منطقه شرکت نفت، سیستم اگو بود، فاضل آب، که جویهای سرباز بود و گاه ماموران شهرداری می آمدن این لای و لجنها رو بیرون میکشیدن و میذاشتن کنار این جویها و این پشه ها و حشرات و اینها جمع میشدن. در بخش شرکت نفت این سیستم اگو مثل انگلیس کاملا رعایت شده بود و خیلی خیلی ترتمیز، به طوری که من یادمه نوروز که میرسید مردم پایتخت شهر تهران، یکی از شهرهای تفریحیشون آبادان بود اگه یادتون باشه، راهی شهرهای خوزستان میشدن به خاطر اعتدال هوا، به خصوص در آبادان اتراق میکردن. خونه‌های شرکت نفت از نظر ساختمان عیناً این خونه‌هایی بود که بعدها سالهای بعد که من رفتم در شهر آکسفورد دیدم مشابهت‌ها و شهرهای کوچیکی که در انگلیس هست. مثلا خونه جلوش یک
به اصطلاح باغ داشت، پشتش حیاط پشتیش یک فضایی بود، جلو خونه که باغ داشت این کارمندان شرکت نفت اونجا گلکاری میکردن. در حیاط پشتی بود که سبزی کاری میکردن، صیفی کاری میکردن، گوجه فرنگی پرورش میدادن. این رو عیناً در باغچه‌های انگلیس من دیدم، در خونه‌های انگلیسی، یا سیستم بنگلوها به اصطلاح، خونه‌هایی که میساختن اونجوری. خیلی خونه‌های دلپذیری بود. فضای درونی خونه آنچنان ساخته شده بود که برای تابستونا خیلی خنک بود. و یک چیز دیگه که یادم میاد این پنکه‌های سقفی بود که من در تهران نمیدیدم، با وجودی که خب اون موقع میدونید کولر نبود. بعدها آمد، البته بعدها کولر برقی آمد. معلمانی که از دانشسرای عالی فارغ التحصیل می شدن به خاطر اینکه شنیده بودن که تسهیلات بیشتری شرکت نفت در اختیار اونا میذاره، اونها اعمال نفوذ میکردن که مأموریت آبادان رو در 4 ساله اول خدمتشون بهشون بدن. از کسانی که شاید شما بشناسید که معلمان من و سیروس تاهباز بودن در آبادان، محمود مشرف آزاد تهرانی، میم آزاد شاعر بود که به اتفاق دوستش حسن پستا که معلم تاریخ و جغرافیا بود، این هر دو آمدن آبادان و شدن معلمان ما. و بعد ما این فرهنگ روشن فکری تهران رو از طریق این 2 نفر کسب کردیم. یادم میاد که یک روزی سر کلاس میم آزاد که به ما درس ادبیات میگفت، مجله آشنا رو دستش دیدم. گفتم که آقای تهرانی این مجله رو ممکنه بدید من نگاه کنم؟ شماره 2 مجله آشنا بود که احمد شاملو در میاد. بعد دیدم که چند جاش هم نوشته میم آزاد. گفتم این میم آزاد شما هستید؟ گفت بله، برای اینکه با شاملو همکاری میکردم، چون مأموریت آبادان رو گرفتم آمدم آبادان. این نسیم خوش روشنفکری رو از طریق این 2 نفر از تهران ما گرفتیم. مهمترین سینمای آبادان سینمای تاج بود. مهمترین از نظر در دسترس قرار گرفتن مردم کوچه و بازار. البته شرکت نفت سینماهای خاص خودشو داشت که خاص اعضای شرکت نفت بود، از قبیل سینمای باوارده، سینمای بریم و غیره. ولی همون سینمای تاج هم که در دسترس عام بود، فیلم هایی که نمایش میداد به زبان انگلیسی بود، که همون فیلم هایی که توزیع میشد در سینماهای انگلستان در شهرهایی که تحت نفوذش بود میفرستادن. و چون شهر آبادان در سیطره نفوذ شرکت سابق نفت ایران انگلیس بود، برای سرگرمی کارمندان شرکت نفت آبادان هم اون فیلم ها رو میفرستادن. به این دلیل چون گوش ما به زبان انگلیسی از طریق این فیلم ها آشنا شده بود، کما بیش قدرت درک و دریافت ما از زبان انگلیسی طبیعی است که پرورش پیدا کرده بود. از امکاناتی که ما رو در جریان برنامه‌های این سینما قرار میداد، روزنامه‌ای بود به نام روزنامه اخبار روز که هر روز منتشر میشد، نشریه شرکت نفت بود که البته به دست ما هم میرسید. اونجا این فیلم ها توصیه میشد، بررسی میشد، تحلیل میشد. از جمله همین آقای نجف دریابندری اولین نوشته هاش راجع به سینما رو من در اون نشریه خوندم که با یک دقت غریبی این فیلم ها رو میدید و بررسی میکرد، به طوری که من گمان میکردم که ترجمه است از زبان انگلیسی. بعد پی بردم که نخیر، درک و دریافت شخصی ایشون از سینما، اون موقع ایشون مثلا یه جوون 20 ساله بوده احتمالا. متاسفانه من در ایران نبودم سالها، یعنی از سال 1352 که ایران رو برای ادامه تحصیل ترک کردم، راهی انگلیس شدم، دیگه نبودم که بعد جنگ در گرفت و خبرهای غم‌انگیز جنگ رو من اون موقع در دانشگاه توکیو بودم، در ژاپن میشنیدم که چجوری جنگ در ایران توسعه پیدا کرده و بیشترین آسیب رو شهر من آبادان خورد. اون موقع طبیعی است که خب خیلی شنیدن این خبرها غمگین میشدم. بعدها هم که در سفرهایی به ایران
می آمدم این فرصت برای من بود که سری به آبادان بزنم، ولی نمیدونم شاید یه نیرویی منو باز می داشت، چون خبرهایی که دوستان می رفتن و می گفتن که اونجا چی شده و اینها، خاطره هایی که ما از اونجا داشتیم به چه صورتی در آمده، ویرانه شده، خراب شده، چی شده. و خب طبیعی است که خیلی برای من دلپذیر نبود که راهی آبادان بشم و این خاطره های خودم رو خراب کنم.